محمد مامان بیا تا دمنوش برای پسرم درست کنم بخوره. ماما رفتم دمنوش درست کنم. ماما گری نکن نگاه کن. میخوای کمک مامانی بدی؟ کمک اون نمیدی ماما؟ باش اشکال نداره پسرم حالش خوب نیست. ماما اینا رو بخور تا بری آبادی پسرم ببرم دکتر باشه؟ ماما نگاه کن چقدر قشنگه. نه ماما پسرم در درست ماما چقدر بو خوردی میده ماما. میخوای کمک مالی بدی؟ نه؟ باش دیگه نزنه. باش همینا بس برم اینا هم هستن اینا همینجوری بخور خب؟ اینا خیلی خوش نه؟
ماما جون ماما تفضلش اینجا باشه تفضل لیوان لیوان یه ذره بخور تا پسرم خوب شد قند بندازتش بندازتش خواهی بخوری شو میخوام بندازم اینجا بیا تا سر بود سرم بخورش باشه تا بهتره بشه بیا بیا هم بخور چه ماما ترخه ماما اگر آبادی نمیشه خانده است ماما ماما بازم داغ خود برم فایده نداشت که باشه میریم ماما حالا رفتیم آبادی همونجا برای پسرم آب پیدا بکنم باشه دیگه آبمون تموم شد ماما الان میری برای پسرم پیدا بکنم ماما برای دکتر نباید همونجا آب بخوریم خب بس بریم رو جمع کنیم بریم خب ماما بابا بزنیم کنم اینجا بیا بغلم بیا بیا برای آبم پیدا کنیم آب داریم آبه میگه باشه گونه خانواده دیتون هم میرونه؟ بله. حالا هم میرونه بچه تب داشت خواستم بارمشتش حالا ناراحت داشت صبح یا؟ یا ما هیچ کنه نوریم جایی که بتونم تا صبح بیستم میره سراغ نوریم؟ یه امازه او دیدوتره سایت یا 200 متر باتر امازه است خادم داره؟ بله. بتونم باقره؟ راش با ویبر بگه باقره؟ باش دست باقره باش
دکتر خانم دکتر آقای دکتر تبریکش دکتر آره عزیز دکتر آمپول بزنی؟ خواهی آمپول بزنی؟ سلام سلام الان 4-5 دکتر شدید داره حالش اصلا خلوصه عزیزم خب تو برو تخت خوبه بابا؟ خوبه ماما باید پیش اینجا خوب تو پسر ما میگه چون کیلو چند روزه؟ الان 4 روزه تب شدید داره اصلا اشتهای من اصلا ناره خدشم 39 من فرستم باشه ماما تو هستم شربتی نمیاره سلام اگه باشه میگم خاطر ببینم که اگر تاکیدش رو بیمش باشه سلام اینا نمی‌دونم بشویش حتما تمیزش کش راست من 8 ساعتی یه بار سلام خیلی کسی نداری خبره؟ گیرم نمیدونم که من آره بعضی تو آبادی کن بیا من خونم شروع می‌کنم دیگه بچه ما توی میشن خارج کشور می‌دونیستم ازدواج کردن یه بانوی بچه تنبیه بابا آبادی کن بچه بیا تا کسان زندگی کشن بعد تو انشالله تو خوبی بیا بفرمایید شرط بگیرم ماما؟ اضافه؟ شرط بگیرم؟ شاید بریم خونه خوب با هم زندگی کنیم اونجا بفر میره بله
آمدی مزاحم. باش بفرمایید عزیز دلم